بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونحمدك اللهم على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. اما بعد، با سلام و خسته نباشید خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی نور. طبق معمول و حول و قوه الهی به سوالات بینندگان و شنوندگان تا حدی که وقت اجازه بده و در توان این حقیر فقیر باشه در خدمتتون هستیم. سوال شده که برادر عبدالله از ایران میپرسد که لطفاً در مورد اجناسی که با دو قیمت فروخته میشد، مثلا فروشنده میگه که یا فروشنده میگوید این جنس نقدی به این قیمت و قسطی به قیمت دیگر، آیا این معامله جایز است؟ در جواب میبایستی بگیم خیر، جایز نیست. این نوع از خرید فروش در فقه اسلامی تحت عنوان بیعتین فی بیعه، یعنی دو خرید فروش در یک عقد مطرحه. شخص مثلا میاد بگه که آقا من این جنس را به تو فروختم نقدن به این قیمت و قسطن به این قیمت. مثلا من این ماشینم را به تو فروختم با 500,000 تومان نقدی و با 1,000,000 تومان قرضی. شخصم بگه که من خریدم این، یا این که مثلا فرض مثال بگه بهش که آقا بله من این خونه ام را به 5,000,000 به شما فروختم در مقابل این که شما خانه تان را یا این که ماشین تان را با 1,000,000 یا 2,000,000 به من بفروشید. این نوع خرید فروش از نظر شرع یعنی جایز نیست و منهی عنه، از مورد نهی قرار گرفته. و در حدیثی که ترمذی روایت میکنه و میگه که در حدیثی که ترمذی روایت میکنه و میگه که سندش صحیحه، از ابو هریره روایتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم عن بیعتین فی بیعه، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از دو خرید فروش یعنی با یک عقد یا در یک خرید و فروش با یک عقد نهی فرمودن. هذا والله اعلم. سوال بعد، خواهری از دبی میپرسن با عرض خسته نباشید به شما، ببخشید خواستم بپرسم عقیقه فرزندان چطوری است؟ خب اگر کسی 5 فرزند 4 دختر و 1 پسر داشته باشه چطوری باید عقیقه بدهد؟ و عقیقه باید همه با هم بدهد یا یکی یکی؟ اگر کسی نتواند همه با هم بدهد چطوری؟ عقیقه باید به چه کسی داده شود؟ عقیقه باید تا چه سنی داده شود؟ آیا قبل از ازدواج فرزندان هم درست است؟ خب البته در جواب این خواهر میبایستی بگیم ما در دوره گذشته پیرامون عقیده تقریبا تا حدی جواب دادیم و صحبت کردیم. خب ولی خب اینجا خواهرمون سوال دارن، میگن که قسمت اول سوالشون اینه که سوال میکنن که عقیقه فرزندان چطوریه؟ خب وقتی که فرزند تولد میشه، حالا پسر باشه یا دختر باشه، وقتی که تولد میشه اولین چیزی که میبایستی یعنی مولود با اون مواجه بشه اینه که طبق احادیثی که وارده، حالا گرچه که در سند این احادیث قیل و قاله، سنت اینه که در گوشش اذان یعنی داده بشه، اذان بگن و پس از این در روز 7 و یا روز 14 یا روز 21 سنته که یعنی
عقیقه براش انجام بدن، عقیقه براش بکنن. اگر پسر باشه همونطوری که در سنت وارده 2 حیوان، 2 گوسفند یا بز براش ذبح میشه و اگر دختر باشه 1. و پس از اینم سرش تراشیده میشه و سنته که به اندازه موی سرش نقره و یا اینکه طلا داده بشه. اینه. خب حالا اینه که سوال کرده بودن که بله خب این بود عقیقه فرزندان چطوری. اگر کسی 5 فرزند دختر و یعنی 5 فرزند 4 دختر و 1 پسر داشته باشد، سوال کرده که عقیقه چطوری. خب البته ما گفتیم که عقیقه در وقت خودشه. عقیقه در وقت خودش یعنی بعد از 7 روزه یا اینکه 21 روزه یا اینکه یا 14 روزه و لحاظا یعنی جمع نیست که ما بگیم مثلا، مگر اینه که مثلا خانمی مثلا 5 فرزند یک بار با هم دیگر متولد کنه. در این صورت خب عقیقهش عقیقه 5 فرزند، هر فرزندی همونطوری که گفتیم برای پسر 2 بز یا گوسفند ذبح میکنه و برای دختر 1. و بهترم اینه که بپزه و از خویشاوندان و فقرا و مساکین و دیگران دعوت کنه. و سوال کرده بودن که حالا خب این چطوریه، مثلا عقیقه ما باید به چه کسی بدهیم؟ عقیقه خب همونطور مانند قربانی، البته فرق تفاوت بین قربانی و عقیقه. بعضیا فکر میکنن که قربانی همون عقیقه است، خیر. و لازم من فکر کنم این خواهرمون فکر میکنه که قربانی همون عقیقه که آمده میگه که خب جمع فرزندان ما چطوری عقیقه شون بدیم. خب عقیقه عرض کردیم در همون ابتدای یعنی بعد از ایام تولده، 7 روز یا 14 روز یا 21 روزه. نه اینکه قربانی برعکس در هر سال و کسی که مستطیعه میتونه قربانی بده، حالا یا یعنی کل خانواده یا اینکه فردی از افراد خانواده میتونن مثلا گاو بدن، گوسفند بدن و یا اینکه شتر بدن. خب حکم عقیقه و قربانی بازم با هم دیگر فرق داره. عقیقه سنت، قربانی سنت مؤکده است و حتی بعضیا هم میگن که قربانی واجب است، همونطوری که نزد احناف و خیلی از فقهای اسلامی و فکر میکنم دلشون قوی باشه اینه که میگن که واجب است. خب بعد میگه که اگر کسی نتواند یعنی عقیقه بده، خب چیکار باید بکنه؟ خب اینه حتی این سوال از امام احمد یعنی پرسیده شد، از امام احمد سوال کردن که کسی که مثلا عقیقه پدرش یا مادرش عقیقهش نداده، خب حالا به لحاظ ناتوانی، به لحاظ فقیری، و بعد خب پدر مادر پس از اینکه این فرزند بزرگ شده مثلا به سن بلوغ رسیده یا بعد از بلوغ، این پدر مادر هم بالاخره از حالت فقر بیرون آمدن، غنی شدن، حالا میخوان عقیقه بدن. امام احمد سکوت اختیار کرد و گفت که من نمیدونم و چیزی هم نمیدونم که در این باره وارد شده باشه. و بعد تا اینکه گفتن خب اگرم بده خوبه. امام احمد گفتن اگر بده هم خوبه، و زیرا که میگه که بعضی از اهل علم میگن که چیه که عقیقه هم واجبه. و لحاظا من فکر کنم خب چون به اعتبار اینکه حکم به ذبح حتی میتونه همون در ایام مثلا بزرگی، در ایام بزرگی یا خودش یعنی وقتی که فرزند بزرگ شد یا خود فرزند و یا اینکه پدر و مادرش بده، و بازم برخی از اهل علم استدلال میکنن به یعنی عقیقه نمودن پیامبر صلی الله علیه و سلم که میگه پیامبر خودش برای خودش عقیقه نمود، و حتی بعضی هم میگن که بله پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بعد از نبوتش عقیقه نمود. اما این که عقیقت به چه کسی داده بشه، عقیقه هم مانند قربانی شخص میتونه 3 قسمت بکنه، قسمتی میتونه هدیه بده، قسمتی هم خودش بخوره، قسمتی هم به قول معروف به خویشاوندان، به فقرا و مساکین اینها بده. همونطوری که در حدیثی که ابو داود در مراسیل خودش از جعفر یعنی آورده میگه که ان نبی صلی الله علیه وسلم قال فی العقیقه التي عقتها فاطمه عن الحسن والحسین. میگه پیامبر صلی الله علیه وسلم در عقیقه‌ای که فاطمه از حسن و حسین نمود فرمود که
ان تبعثوا الى القابل منها برجل. خوبه که اگر مثلا پاشم بفرستید برای اون ماما، و همچنین کلوا و اطعموا ولا تکسروا منها عظما. بعدم فرمودن که بخورید و خودتون بخورید و اطعموا به دیگران هم بدید و استخوان عقیقه خورد نکنید. هذا والله اعلم. بله، سوال بعد خواهری از سقز میپرسد: سلام و رحمت خدا بر شما دستاندرکاران شبکه جهانی نور باد. سوالی در مورد وام گرفتن دارم که آیا حرام است یا نه؟ آیا وامی که کارمزد دارد هم حرام محسوب می شود؟ و اگر وامی را گرفته و آن را به قیمتی به فردی بفروشیم حرام است، آیا باید آن مبلغ گرفته از شخص را باید پس دهیم؟ حکم آن چگونه است؟ لطفاً کاملا در مورد آن شرح دهید. با سپاس فراوان، اجرتان با خدا. متن پیام. قبلا اگر برادران یعنی حضور ذهن داشته باشند یا یاد داشته باشند، ما راجع به اجناس یعنی ربوی و غیر ربوی صحبت کردیم. گفتیم اجناس ربوی اون اجناسیه که در اون یعنی در دادستدش ربا ایجاد میشه و اجناس غیر ربوی در هنگام دادستدش ربا ایجاد نمیشه. از جمله اجناس ربوی طلا و نقره بود و همچنین جو و گندم و خرما و نمک و این چیزا بود. علی ای حال، خب در اجناس ربوی خب اینجا وام طبعا برمیگرده به چی؟ به اجناس برمیگرده به طلا و نقره که از اجناس ربویه و که همون پوله. خب علی ای حال پول به عنوان به قول معروف یعنی جنسی از، حالا گرچه خودش هم جنسی از اجناس ربوی نیست اما به اجناس ربوی برمیگرده. بنابراین در تبادل اون سه شرط حتما میبایستی مراعات بشه. یکی این که مثلا به اندازه همدیگر باشه، دو این که نقد باشه، سه این که یعنی بدون مدت باشه. خب اگر دو جنس ربوی یعنی متفاوت بودن، مثلا طلا با نقره داد و ستد شد یعنی تبادل شد، یا اینکه مثلا جو با گندم بود، در این صورت مثلیت شرط نیست اما یعنی بدون مدت بودن و نقد بودن شرط حتما میبایستی نقد باشه. خب حالا اینجا وام عرض کردیم برمیگرده به چی؟ به اجناس ربوی. خب در اینجا میبایستی بگیم به این خواهر اگر این وام از مؤسسات ربویه مثل بعضی یا بانک‌هایی که تعامل ربوی دارن، البته این درست نیست، گرفتن از این گونه بانک‌ها و اون کارمزدی که هم اینا میگیرن خب تحت عنوان به قول معروف کارمزد یا اون سودی که میگیرن تحت عنوان کارمزد، این هم درست نیست و از در شرع حرامه. اما اگر خب مؤسسه ای است که مثلا قرض الحسنه میده، خب منظورش خدمته، خب مثلا وام میده، مثلا وام مسکن میده یا وام مثلا ازدواج میده یا وام فلان میده، این مبلغی که به شما میده به عنوان قرض و بدون هیچ یعنی به قول معروف زیادی و یا کمی از شما میگیره. خب این قرض الحسنه است، این ایراد اشکال داره. خب حالا برای مثلا ثبت این کار، خب شخصی دارن، مثلا این مؤسسه شخصی داره که این قرض الحسنه دادن ثبت میکنه یعنی سند میزنه یا اینکه خب چیزی می نویسن در بین همدیگر. خب این شخص مثلا مبلغی بهش میدن، حالا یا از طرف اون مؤسسه یا از طرف این شخص، در این صورت خب این گونه وام گرفتن ایراد اشکال نداره. اما اگر ما از مؤسسات ربوی بیایم بگیریم و تحت عنوان کارمزد چیزی به اونها سود بدیم، این شرعا حرامه و از نظر شرع مولد یعنی خورنده ربا، چه اون کسی که ربا میخوره، چه اون کسی که ربا میده، چه اون کسی که نویسنده رباست، چه اون کسی که هم شاهد رباست. همونطور که در حدیثی که در صحیح مسلم آمده، لعن رسول الله صلی الله علیه و سلم آکل الربا و موکله و کاتبه و شاهدی و قال هم سواء. و در روایت دیگر مؤکل آمده است
آکل یعنی اون کسی که ربا میگیره و موکل یعنی اون کسی که ربا میده. خب حالا این خواهر بازم پرسیده بودن که و اگر وامی را گرفته و آن را به قیمتی به فردی بفروشیم، خب این که شرعا دیگه بازم درست نیست. شما بیاید داری پول با یعنی به پول با یعنی با قیمتی دیگر یا با قیمت بیشتر یا با قیمتی کمتر و عدم رعایت مثلا اون شروطی که گفتیم در اجناس ربوی حتما میبایستی مراعات بشه، شما مراعات نکردید و این رباس از نظر شرع درست نیست. هذا والله اعلم. خب سوال شده که آیا میتوانم یا میتوانیم نماز دو وقت را همزمان بخوانیم مانند نماز ظهر و عصر؟ در جواب میبایستی بگیم که بدون عذر خیر نمیتونیم. یعنی اگر عذر نداشته باشیم، مثل عذر یعنی باران باشه در وقت باریدن باران یا در سفر، اینا عذر شخص میتونه نمازش قصر بخونه، نمازش قصر و جمع بکنه. ظهر مثلا با عصر و مغرب با عشاء جمع بکنه، حالا یا جمع تقدیم باشه چه جمع تأخیر باشه، علی ای حال اشکال. اما بدون عذر خیر، زیرا که ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز فرض وقت داریه که حتما میبایستی در وقت خودش یعنی انجام بدیم. خب برادری سوال کردن که نمیدونم برادر یا خواهره، سوال کردن که اگر کسی در شهر غریبی باشه حکم استفاده از مرغ کشتارگاه چیه و مرغ زنده هم گیر نیاورد یا گیر نمیاد؟ خب در جواب این برادر یا این خواهر بگیم که و علیکم السلام. میبایستی بگیم اصل در ذبح به قول معروف مسلمانان و اهل کتاب حلال بودنه، یعنی ذبحشون حلاله، این اصله. و ما اگر بگردیم در قرآن و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم، بله ذبح اهل کتاب که همون یهود و نصارا است درسته، غذای خوراک کسانی که کتاب داشتن منظور اهل کتاب از یهود و نصارا برای شما حلاله و خوراک شما هم یا غذای شما هم برای اونان چیه؟ حلاله. خب طبق این به قول معروف اصل و طبق این آیه، چنانچه مثلا برادرمون در یک کشور اسلامی هستن یا در کشوری که مردمش اهل کتاب از یهود و نصارا هستن، خب نام خدا بر اون به قول معروف مرغی که در کشتارگاه ذبح شده میگه و میخوره. و حتی اهل علم میگن که شرعاً هم یعنی بر اون واجب نیست که سوال کنه که آیا این یعنی مرغی که ذبح شده چطوری ذبح شده، آیا نام خدا بر اون برده شده یا برده نشده، و فقط بسم الله بر اون میگه و میخوره. و چرا دلیلشون هم میگن که میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم یعنی این کار نکرده و حتی در صحیح بخاری میگه که وارد میگه که گروهی یعنی آمدن نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیدن و گفتن که ای رسول الله، ای فرستاده خدا، میگه که این افراد سوال کردن که گفتن که گروه نزد ما میان و برای ما گوشت میآورن و ما نمیدانیم که آیا این گوشتی که برای ما میارن یعنی بسم الله در وقت ذبحش گفته شده یا گفته نشده، نمیدونیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم در جواب اینا گفت که فرمود سموا انتم و کلوا، شما چه کار دارید؟ نام خدا ببرید و بخورید. خب با توجه به اینکه این گروهی که آمده بودن خدمت پیامبر صلی الله علیه و سلم یعنی تازه مسلمان بودن، پیامبر صلی الله علیه و سلم به اینا این جواب داد سموا، نام خدا برید، بسم الله بگید و کلوا و بخورید و هیچ اشکالی و ایراد اشکال نداره. باز هم ما وقتی که میایم نگاه میکنیم پیامبر صلی الله علیه و سلم یعنی در ضیافت اهل کتاب در آمده بودن، در ضیافت فرد یهودی در آمد و از ایشان
بانان و جو و گوسفندی پذیرایی نمود. اصلا پیامبر صلی الله علیه و سوال نکرد که یعنی این چطوری ذبح کردی، چطوری ذبح نکردی. و همچنین زن یهودی گوسفندی در روز خیبر پیامبر صلی الله علیه و سلم به پیامبر صلی الله علیه و سلم هدیه داده بود و پیامبر صلی الله علیه و سلم هدیهش پذیرفت و از این گوسفند خورد و اصلا سوال نکرد. و لحاظا ما وقتی که میایم نگاه میکنیم یعنی اصول شرعی اینطور تحری و به قول معروف یعنی بررسی شاید اصلا یعنی خلاف ادب باشه. وقتی که شما مثلا در جایی هستید، در کشوری هستید یا در میان مردمی هستید که خب ذبحشون طبق به قول معروف اصول شرعی حلاله، این که ما بیایم بگیم مثلا فرضا چطوری ذبح کردی و چطوری ذبح نکردی، آیا نام خدا بردید یا نام خدا نبردید، خب اصلا این شاید گاهی اوقات هم خلاف ادب باشه و لحاظا شما با نام خدا بردن بر اون چیز میخورید و ایراد اشکال نداره. اما اگر شخص آمد و یقین داشت که بله این یعنی در همون مثلا در کشور اسلامی یا در کشور غیر اسلامی، کشوری که اهل کتاب هستن، یقین داشت که این طبق شریعت اسلامی ذبح نشده، بسم الله بر اون گفته نشده و یعنی به صورت ذبح و کشتن اون چیز ذبح نشده، یا به وسیله مثلا دستگاه اون مثلا گوسفند یا مرغ ذبح شده، ذبح نشده یعنی به صورت یعنی خفش کردن یا اینکه مثلا انداختن یا به وسیله تیر مثلا آمدن اون چیز را کشتن، در این صورت اگر یقین داشت که این ذبح یعنی غیر شرعی و غیر اسلامی است، حتی اگر هم مسلمان هم ذبح کنه این ذبح خوردنش درست نیست. علی ای حال و همچنین اگر مثلا شخص در یعنی در کشوری بود که یعنی مسلمان نبودن و اهل کتاب هم نبودن، خب یا اینکه مثلا اون به قول معروف ذبح کننده یا کشنده شخص مسلمان یا از اهل کتاب نبود، در این صورت حتی اگر هم به طریقه اسلامی بیاد ذبح بکنه و یا اینکه مثلا فرض بر اون ذبیحه خودش یا اون چیز خودش بسم الله هم بگه، میگن که شرعا این جایز نیست. ظاهرا کم کم وقت روی به پایانه و در پایان همه شما را تا جلسه آینده به خدای بزرگ می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.